نور اگر تاریخ‌های ما بخونن اونجا گفته شده که یهودیان، عیسویان، صلیبیان از کسایی هستند که از زبور از داوود علیه السلام و هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارند مؤمن هستند. دیگه در این باره زیاد در جاها گفته شده. مؤمن بودن یعنی چی؟ مؤمن یعنی دین دارن، مسلمان هستن، به خدا ایمان دارن. کسی پیروی به این معنا میته که امو دین از ما لغو نیست، منسوخ نیست. اما این با زمان کتابایشان که آمده نه. مثلا در سوره بقره دایه 62 همین چیزا گفته شده تمامش نه. کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارن پاداششان در نزد خدا محفوظ است. گفته پیغمبر بگویید به کسانی که به عیسی، موسی و یهودیان و صلیبیان به طور کل و کسانی که به خداوند و روز قیامت ایمان دارند پاداششان در نزد خدا محفوظ است. اگر شما در اون چیزایی که ما براتون کتابایی که ما براتون روان کردیم شما پابند همون باشین نزد خدا پاداشتان محفوظ است. این در سوره بقره آیه 62 گفته شده. گوش کن تقصیر. در سوره بقره چندین آیه است، مثلا آیه 89 است. گوش کن من فهمیدم به شما را. این به همون زمان خودش کسی ایمانی در همون زمان با کتاب خودش ایمان آورد و تسلیم همون پیغمبر همون زمان شد وای مؤمن هست، وای مؤمن، وای مسلمان. ولی من ترا آیتی صراحتاً خوندیسم تقصیر. صراحتاً آیتی ایتا آیتی ایتا پوشیده نیست. میگه و مای یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. خدا گفته سای این آیت ها را همه را ها نویت طرف میمونی و این آیت روشنترین آیت های فلن یقبل منه. از زبان عربی آگاهی داشته باشی. خداوند گفته سای هرگز دین تا قبول نمیکنم. فهمیدید کدام آیت های؟ کدام آیت های و ما یبتغی غیر الاسلام دینا دوره همونجا سوره بقره ده هست. کدام آیت شد؟ حاضر ببینش و ما یبتغی غیر ببین و ما یبتغی غیر الاسلام دین کسی غیر دین اسلام رو قبول میکند. این چیزایی که شما میگین هر کسی که با همون کتاب در همون زمان ایمان آورد و مؤمن است اونا همش نجات یافتگیان پیشگوی خدا و گناهکار نیستن. یکی از زمانی که قرآن آمد همه دین دیگر منسوخ شدگیان دیگر. اینها دیگر اعتبار زیرا که اینها هم منسوخ شدن هم دیگر تعویل همه اینها دیگر تحریف شدن. اگر مکمل منسوخ شدن در سوره عنکبوت در آیه 46 گفته شده که همراه اهل کتاب به خوبی صحبت کنند. یه تقصیر سوره یونس آیه 47 گفته که هر گروه پیامبر دارد وقت در روز قیامت با پیامبرشان میارن مورد قضاوت از روی کتابشان قرار میگیرن. این بزرگی قرآن ای این بزرگی قرآن که میگه با اینها شما معامله درست کنین. پیامبر میگه من از زمیم فقط ازانی کسی زمی را آزار میته مرا آزار داده. زمی کیه؟ کسی اسلام قبول نمیکنه میگه مرا آزار داده. این بزرگی اسلام ما های تقصیر. ولی این معنی را ندارد که دیگر کسی پایبند زبور و داوود و انجیل باشد اینها هم پگاه پیش خداوند مثل مسلمان واری مرتبه بیان. این آیت ها من ترا آیتی صراحتاً خواندیسم که فلن یقبل منه. بین دوام آیت گوش کن و هو فی الاخرتی من الخاسرین. الله میگه کسی غیر دین اسلام قبول کرد خاسر میدانی ذلیل خار. خدا میگه برای همین در برابر این آیت برادری عزیز هیچ چیز اینایی که تو میگوی این بزرگی دین اسلامی ما که به همین احترام گذاشته است. ما در سوال سوره نحل بین سوره ممتحنه را بین میگه قریبترین انسان ها به سوی مسلمان ها نصرانی ها هستند. یهودیان قریبترین نفرهایی که به سوی مسلمان این نصرانی ها هستند. حتی نصرانی ها با مقصد دین های ما و شما را اعتراف میکنند و خداوند میگه شما اینها را احترام بگذارید.
این احترام چیزی دیگر است. احترام یکی است، یکی فسخ نشدن. شما میگم مثلا در سوره جاثیه تفسیر من دیگه با شما گپ ندارم. ما چیزی گفته سعد روشن هر کس به اساس کتاب خود خوانده میشه. در سوره بقره همین آیت تقصیر میوی زیرک شدم چخیلی کبیر را کفتی افتی کو همون را بکوبی و زیرک شد ببین خدا خود خاطر جمع میشه. این هم میوی تا این طریق ایمان داره خیلی سوره بقره در مشکل نیست. سوره بقره ادامه که شما میگین بعد از 62 در آیت 89 گفته شده که برای آنها قرآن نازل شد تا که از کتاب‌هایی که برای خودشان نازل شده بود تصدیق کنند. قرآن را به خاطر از این نازل کردیم که خلاص همه جواب من همه تفسیر جواب من همینه. جواب من همین آیت قرآنی که صراحتاً برای آدمی که همین خاک فهمیش داشته باشه دیگر قبول ای تقصیر که خداوند این دین ایش چی معنی میته این دین عند الله اسلام. اگر شما را قبول دارم هدف آمده ای بود که همین کتاب‌های دیگه بالای سر ما قبول است. همش قبول است. ما کتاب آسمانی اند. کتاب‌های مسلمانی که اگر به تورات ایمان نیاره به زبور ایمان نداشته باشه و مسلمان نیست، زیرا اینها هم کتاب‌های آسمانی اند. ولی از زمان نزول قرآن دیگر اینها اعتبارشون را گم کردند. تمام دیگر عالم باید همه پیروی از دین اسلام کنند، پیروی از قرآن کنند دیگر. حتی انا امروز ببین در قرآن میگه که حضرت عیسی در سوره حجرات میگه حضرت عیسی برآمد کرد که از بعد من ببین میاد چی پیغمبر میاد اسمه احمد، پیغمبر میاد به نام اسم احمد. حضرت عیسی را خدا گفته است که عیسی همین خیلی برآمد کرد که میآید. همین سخن عیسی در درون انجیل نیست. یعنی دشمنای دین اسلام همینها را برادر عزیز بسیاری از آیات ها را برداشته گرفتن و بعضیش تعریف کردن دیگرگون کردن. یعنی با دست مردم دیگرگون زین خاطر از این بیبلیایی که در دست یو است خب اگر یک قسمتش از همون کتاب آسمانی قسمت دیگرش تحریف شده است. زین خاطری که همه برادر عزیز دیگر در برابر این آیت یگان چیز دیگر نقش نمی‌بازد. این چیزایی که آیاتایی را که مثال می‌خوانند ما روز اول در برآمد گفتم که برادرای عزیز شما در نسبت این مردم احترام بگذارید. این مردم قرآن پشتیبانی میکنند که شما حق ندارین که اینها را حقارت کنین، حق ندارین مال اینها را مثال همچون مال غنیمت گفته بگیرین، حق ندارین که مثال حتی به قرآن تا جای آورده است که دخترای اینها را شما نکاح کرده بگیرین، بزنی بگیرین، بگذار جانب اینها نسل بیاد. قرآن میگه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام اهل کتاب بخورین. چقدر اسلام دین اسلام برای ما امکانیت داده است که بکنین همین را با اینها رفتار کنیم. همون را که گفته علی بیت مولانا میگه که منحل نشد همون دین از ما فسخ نشد. ادامه داره که از اونها شیخ سعدی میگه آن کس که به قرآن خبر زو نرهی آن از جوابش که جوابش ندهی. تقصیر همیه. آیت قرآن معناش ببین ان شاء الله اگر بگم که آرام میشه. من برای شما پگه میگیرم میارم شما. برای فهمیدم گم شما را ما میشه چند آیت اگر قرآن هست اگر نه تفسیرها تفسیر مراد سوال همین بزرگ چیه؟ مقصد سوالش چیه؟ مقصدش این است که یعنی حاضر کسی پیروی انجیل هم باشه روز قیامت باید جنت میره. همین خیلی مقصد داره. آدم دیگه گفتن کافر گفتن نمیشه چون به خدا و روز وای کافر کتابی است. کتاب هم داره، پیغمبر هم داره. وای کافر است بر قرآن، کافر است بر محمد. معنای کافر چیه؟ معنای کافر کفران نعمت کردن. قرآن نعمت است، محمد نعمت است، ولی این نعمت قبول ندارن. پیغمبر میگه من ترک الصلاه متعمدا فقط کفر.
کسی نماز قصدن ترک میکنه به تحقیق کفران نعمت کرد. نماز نعمت های نخواندش کفران نعمت کرده. کسی قرآن قبول نداره، کسی محمد قبول نداره، اولا دین نداره، دویم نجات پیش خدا نداره، سیوم از این نعمت بزرگ اینها چیکار کردن؟ کفران کردن. فهمیدی صاحب برادر عزیز؟ زیرا یک دینی هست که خداوند بین میگه که گوش کن، خداوند میگه که اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ایش چی معنی داره؟ ایش چی معنی داره؟ اکملت لکم دینکم، دین را مکمل کردم. اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، نعمت هم رو تمام کردم. قرآن نعمت بود چید؟ اکا گپا گوش کن. و رضیت لکم الاسلام دینا. وقتی ای تو راضی میشم خودت ده، وقتی ای تو راضی میشم که تو دین اسلام قبول کنی. خدا میگه و رضیتو ببینین راضی میشم، خدا به سوی خودش راضی میشم من ای کی؟ و رضیت لکم الاسلام دینا، از شما وقتی اسلام هم قبول کنید من راضی میشم. چرا در دیگر کتابا نیست بگه که اگر همین را بگیری من تو راضی؟ میگه اسلام را بگی راضی میشم. از این در آیت های صراحتا چی داری دیگه؟ نه خدا فرمانده است که اسلام وقتی که مسلمان شدی تسلیم میشی، با ودانیت خداوند قبول میکنی. خداوند یکتاست، اساس دین لا اله الا الله. قبول کسی که میگه لا اله الا الله یعنی که به موجودیت یگانگی خداوند ایمان داره. ما شما اونا همگی مومن گفته میشه. ما شما که میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، ما شما مومن و مسلمان هستیم. همین دو فرق در بین ما و مثلا مردم دیگه است. تا به ودانیت خدا و الله از ما راضی می شود وقتی که ما اگر پیرو دین اسلام باشیم. الله از ما راضی می شود وقتی قرآن برای خود کتاب بگیم، کتاب خدا. الله از ما راضی می شود. ببینید قرآن چی میگه؟ میگه قل این کنتم تحبون الله. کسی بگه که من خدا را دوست بدارم، میگه درا باورش نکن، شرط داره. شرط داره که کدام وقتی را باور کنه که این آدم خدا را دوست میداره. قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی. کسی پیرو محمد است اگر دعوا کنه که خدا را دوست میدارم، باور کنه که خدا را دوست میداره. کسی اگر پیرو محمد نباشد بگه خدا را دوست میدارم، باورش نکنه. ببینید روشنی قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی. اکبین ادامه چی بگه خدا؟ یحببکم الله. اگر کسی را پیرو محمد دیدی، عاشق محمد دیدی، گوش کن تقصیر نرو.